امروز میخوام در مورد کارنامه خدا باهاتون صحبت کنم. یه کره زمین آدمو با سیل کشت. به ابراهیم گفت بچه تو سر ببر، قوم لوطو سنگ کرد، رودخانه نیل رو خون کرد، بچه اول تمام یونانیا رو کشت، هیتلر و صدام و بن لادن و استالین و خمینی رو به دنیا هدیه داد، 7 سال قحطی آورد تو مصر، به پرنده دستور داد با سنگ ارتش ابرهه رو لتو پار کنن، به بنی اسرائیل انقدر بلدرچین داد بخورن که از دماغشون زد بیرون، اونایی هم که جون سالم به در برده بودن با طاعون کشت. چرا؟ چون که اعتراض کرده بودن که چرا ما گوش نداریم، ناشکری کرده بود. خورشید تو آسمون ثابت نگه داشت تا جاشوا بتونه تو روشنایی روز 5000 نفر آدمو بکشه. اموال ایوب ازش گرفت، کمرش شکوند، بچه‌هاشو کشت. ببخشید من سیزن آخرشو ندیده بودم و مثل در آخر همه رو بهش برگردونده بود. شوخ‌طبع به قربونش برم. یه باکره رو حامله کرد و بچه‌ش که به دنیا اومد و بزرگ شد بهش گفت حق نداری از خودت دفاع کنی و قراره به بدترین شکل ممکن بمیری. پس مردم هم تاجی از خار رو سر مسیح گذاشتن، زنده زنده با میخ به صلیب کشیدنش و این نیزه هم کردن تو پهلوش که بمیره. ولی در آخر خدا بخشنده و رحیم و مهربانه و هممون رو به یک اندازه دوست داره.